استفاده چرس به خاطر علاج که چرسیا که بیشینه یک صفت میکنه چرسا که دل تو هم میشه میگه شکر یگانه دوای شکر چرس است، یگانه علاج چربی جگر و چربی خون میگه چرس است. هر چقدر بزرگ زمانم باشی دل تو هم میشه که خوب چیز است، نی علاج است، دواست. تاریاک است یا دیگه این صفت میکنه. هر کسی که یک چیز داره او خوشش میاد صفت میکنه. هیچ کس نمیگه که ای دوغم ترش است. کس گفته دیدین؟ هیچ کس نمیگه. از پودری هم پرسان کنی میگه غم خود چی میکنم؟ رنج خود گم میکنه. هر انسان یک رنج و غم داره، نی اینو تو هم تشویق کرد که بیا غم تا دور میکنی بیا بسم الله. این مصیبت هست که هر گروه بشینی قامو عمل خود یک شیرین گفته میره به تو. اگر خودش در دلش معتقدم باشه که کار خوب نیست، خب به تو نمیگه، بر تو صفت کرده میره. چی کرده میره؟ صفت کرده میره. صفت کرده میره. کدام نفر در مسجد آمده بود، در مسجد بستری خودم خواهد داده بودم اونجا افتیده بود در کنج مسجد. یک نفر دیگه پرسان کرد که چرا به مسجد؟ گفت از بسیار خوشحالی. از بسیار چی؟ ایقا خوش هستم که از دستی از امی خوشحالی اما بستری خودم آمدیم که عبادت کنم و 24 ساعته میجا. گفت خوشحالی سببش چی بود؟ گفت عروسی دوم کردم. چی؟ گفت زن دوم گرفتم از دست بسیار خوشحالی، علی من میگم که همیش در عبادت مصروف باشم. این نفر دیگه هم دید که والا همیش غمجن هستم که تی زنم، به یک زن دوم بگیرم که من می تو خوش باشم. ای هم که این طرف و طرف تب تالاش کرد، زن دوم گرفت. سبا روز این نفر میبینه که بستری از او هم ده شانش طرف مسجد میگه خیرت است. میگه والا همون مرضی تو مرم گرفت، زنای من مرا آی کردن از خانه. اینا گفت که او بدبخت، تو خب بدبخت شده بودی، مرا چرا بدبخت کردی؟ گفت تنها بودم. چی؟ تنها بودم، با خود یک اندیوال میپالیدم. اگه تو نمیگفتم با تو که از دست خوشحالی آمدیم، تو که زن میگرفتی؟ تنها بودم دیگه یک اندیوال میپالیدم. ولی بشی دیگه دمی مسجد بشینیم ساعت ما تیر باشه. به هر حال هیچ کس غیبت نمیکنه که ولی کار ما خوبش نیست. کس موتر داره که هر عیب داشته باشه به تو نمیگه این تو خوب موتر است که این تو خوب موتر است. میگه کسی بوز برده بود در شهر میفروخت، بعد دلال داد که میره به ما بفروش، یک 500 از تو باشه. و این تو صفتای از بوز کرد که قشیر میته و ایقا گوش میته و فلان 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 فلان. اگه با قصابی و با گوش بگیری گوشت 500 از این به 300 به تو تمام میشه. این نفر پس بوز خدا گره گفت باز نمیفروشم. ایقا چیز خوب باشه نمیفروشم. یعنی هیچ کس رواداری از این نیست که بدی عمل خدا بگویا. چرسی صفت میکنه چرسا که تو را هم مجبور میسازه که چرس بکشی. خو شریعت چه میگه؟ دین به ما میگه تداوی بالحرام به چیز محرم حرام، این ناروا و حرام است. تداوی به شراب، تداوی به چرس، تداوی به تریاک، تداوی به یک چیز دیگه این ناروا هست. الا یک استثناء داره. زمانی که یک مرض، یک تکلیف، یک مریض به حد رسیده باشه که دیگه علاج از راه حلال ممکن نباشه، هیچ دوا دیگه تاثیر نمیکنه، هیچ تداوی نداره جز از اینکه از این چیز حرام استفاده کنه. ایرم به توسط یک دکتر ثابت شوه، به توسط چرسی و پودری نه، به توسط دکتر ثابت شوه که راه تداوی زی علاج زی فقط و فقط اینمی چرس کشیدن است یا تریاک است یا شراب است یا یک کاری دیگه، اینمی علاج است دیگه هیچ علاج نداشته باشه. تداوی بالحلال ممکن نباشد، در اون صورت نسبت به ضرورت مشکل نداره. خو اما تا زمانی که یک چیز تداوی بالحلال ممکن هست، دیگه دوا بگیری، ورزش بکنی، دیگه کارا پیش دکتر بری، ممکن باشه تداوی به این چیزا درست نیست. اما تداوی به این چیزا زمانی درست است که دیگه راه بسته شوه و این ثابت شوه که جز ازی دیگه راه نداره، باز مشکل نداره در شریعت.
درود به شوق بفرستین. اللهم صل علی محمد.